درود. موضوع: داستان دانه و پرنده. ضبط 61. پرنده‌ای بر سنگی نشست و دانه‌ای دید. خواست که او را بخورد، ولی دانه گفت: بر من محبت کن، روزی جبران خواهم کرد و محبتم بر تو و نسل در نسل تو قرار خواهد گرفت. زیرا پندار، گفتار و کردار من نسبت به هر شخص بستگی به پندار، گفتار و کردار او نسبت به من دارد. پرنده خنده بلندی زد و گفت: مگه تو کی هستی؟ تو ضعیف و ناتوانی. نیازی نیست به تو احترام بذارم یا به تو لطفی کنم. دانه گفت: روزی ثابت خواهم کرد. آینده کسی را در امروزش قضاوت نکن و احترام گذاشتن به دیگران لطف کردن به آنها نیست، بلکه لطف به خودت است و اگر بی احترامی کنی یا بدی، روزی خواهی فهمید که اشتباه کردی، که البته آن موقع دیگه دیر است. پس مرا بر زمین بینداز و بر من خاک بریز. پرنده گفت: با اینکه میدانم تو بی ارزش هستی، ولی سخنانت جالب است، پس چنین خواهم کرد. روزها و ماهها و سالها گذشت. آن پرنده با قوم خود از آن بیابان رد می شدند. به درختی رسید. گفت: ای درخت، بر من و قوم من محبت کن. بگذار در تو لانه کنیم و رفاه داشته باشیم. زیر سایه‌ات بنشینیم و آسایش و امنیت داشته باشیم و بر سفره تو بنشینیم و از میوه‌هایت بخوریم. توان جبران ندارم، زیرا تو بزرگ و پرعظمت هستی و من کوچک و ضعیف. درخت گفت: روزی که ضعیف و ناتوان بودم بر من محبت کردی. حال وقت آن رسیده است که جبران کنم. پرنده گفت: من تا به حال تو را ندیدم. کی بر تو محبت کردم؟ درخت گفت: من آن دانه‌ای هستم که زمان تنگی و گرفتاری بر او محبت کوچکی کرده ای. به تو گفتم آینده کسی را در امروزش قضاوت نکن، زیرا زمان این قدرت را دارد که دانه ای را تبدیل به درختی تنومند کند تا هر ساله هزاران دانه دهد. چه بسا جوجه اردک زشتی که روزی بوی زیبا خواهد شد و طول شیری که امروز کفتارها آزار می‌دهند فردا شیر بالغی خواهد شد و انتقام خواهد گرفت. زیرا در مکتب ما جبران کردن تاریخ انقضا ندارد. برای پرنده بسیار و برای کفتار به همان اندازه. پرنده در آخر گفت: چه عجیب است، دانه ها شبیه هم هستند ولی مثل هم نیستند. درختان و علف های هرز هر دو از یک جا شروع می کنند. و دانه در آخر گفت: یک الماس را نزد خوک ها بینداز، زیر گلولای آنها فرو می رود. همان الماس را بردار و نزد دختران بینداز. همدیگر را تیکه پاره می کنند تا آن الماس را به دست آورند. بی ارزش یا با ارزش از نگاه چه کسانی؟ دوست من اگر می باختم تو نمی بردی، ولی حال که من بردم تو هم بردی. حال فهمیدی تو به من لطف نکردی زمانی که احترام گذاشتی، بلکه به خودت لطف کردی. بله، رفتار تو در دیروز تأثیر دارد در امروز. زمان ویدیو 4 دقیقه و 55 ثانیه. موضوع: داستان دانه و پرنده. ضبط 61.
در پناه الله.